در تقسیمات سیاسی دوره پهلوی بندر جاسک به عنوان یکی از بخش‌های وابسته به شهرستان بندر عباس بوده است. قبل از آن جاسک و شهرهایی چون میناب، جگین، بشاگرد، سیریک، رودان جزو بلوچستان بودند. جاسک و گیاوان از قدیمی ترین سکونتگاه های بلوچ ها به شمار می روند و مردم این مناطق بارها با هجوم عضدالدوله دیلمی و متأخرین مقابله نمودند و در زمانهای بسیار دور میردگار و فرزندش جامک که هم عصر با ملک دوستین حاکم بلوچستان بوده حکومت محلی منطقه خود را در دست داشتند و سپس در قرون اخیر فرزندان آنان یعنی میرزا و برکت و میر عبدالنبی و میر حسین و میر حاجی تا قبل از ورود رضا شاه به این منطقه